سلام، من فرزاد زنبقی هستم. سلام، من فرزاد زنبقی هستم. راننده روتکس مکس. سلام، من فرزاد زنبقی هستم. راننده شماره 75 مسابقات روتکس مکس. برای سوم مسابقات فصل 2024 کشور هستم و نفر سوم مسابقه آیلند کاپ تو سال 2023. امروز با شما تا با هم دیگه مسیر رسیدن کارتینگ تا فرمول 1 رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اولین موضوعی که می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم تاریخچه کارتینگ هستش. تو سال 1956 شخصی به اسم آرت اینگلز که ساکن کالیفرنیا بود و اونجا یک مکانیک بود میاد اولین نمونه ساخته شده ی کارتینگ رو طراحی میکنه. تو سال 1960 تقریبا این وسیله شناخت جهانی پیدا میکنه و همه ازش استفاده میکنن. در سال 1962 هم دیگه به عضویت FIA در میاد و رسما کارش رو توی فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسپورت شروع میکنه. بسیاری از راننده‌های مطرح دنیا یا تقریبا میتونم بگم اکثر اونایی که توی فرمول 1 هستن همگی کارشون رو از کارتینگ شروع کردن که میتونیم مثلا به همیلتون، ورشتاپن، لکلرک یا حتی از قدیمی‌ها شخصی به اسم سنا که یه لژند و افسانه است تو فرمول 1 اشاره بکنیم. ولی این کارتینگی که میایم بررسی کنیم کارتینگ‌های مسابقه‌ای هستن. کارتینگ‌های مسابقه‌ای دارای سرعت، شتاب و قدرت بسیار بالایی هستن. اونا توی پیست‌های حرفه‌ای ازشون استفاده میشه. و یکی از زیرشاخه‌های کارتینگ‌های مسابقه‌ای روتکسه که ما توی ایران از اون برای مسابقات استفاده میکنیم و در اصل موضوع اصلی ما برای رسیدن به فرمول 1 حالا امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم همین شاخه کارتینگ‌های مسابقه‌ای هستش. حالا این کارتینگ‌های مسابقه‌ای که توی ایران هستن شاخه روتکس مکس رو داریم. توی روتکس مکس انواع مختلفی داریم. روتکس مکس میکرو داریم، مینی داریم، جونیور داریم، سینیور داریم و دیدی تو. البته یک مدل هم هست که برقی هستش. میکرو مکس برای سنین 7 تا 11 سال طراحی شده. موتورش 50 سی سیه و دو زمانه است و حداکثر سرعتی که میشه باهاش رفت 80 کیلومتر در ساعت هستش. موتور بعدی مینی مکس هستش که برای سنین 9 تا 13 سال هستش. این موتور 125 سی سیه و دو زمانه است. حداکثر سرعتی هم که میره 80 کیلومتر در ساعت هستش. موتور بعدی موتور جونیور مکس هستن که برای سنین 12 تا 16 ساله. موتورش 125 سی سی دو زمانه است. حداکثر سرعتش تا 110 کیلومتر در ساعت میرسه و همچنین 20 اسب بخار قدرت داره. موتور بعدی موتورهای سینیور مکس هستن. این موتورها برای افراد بالای 15 سال هستن و محدودیت سنی ندارن. موتورشون 125 سی سی دو زمانه است. حداکثر سرعتشون به 120 کیلومتر در ساعت میرسه و 30 اسب بخار هم قدرت دارن. موتور بعدی موتورهای دیدی تو مکس هستن. این موتورها 125 سی سی دو زمانه هستن و 34 اسب بخار قدرت دارن. حداکثر سرعتشون میتونه تا 150 کیلومتر در ساعت هم برسه. تفاوت دیدی تو با سینیور توی اینه که ما تو دیدی تو از دنده استفاده میکنیم، یعنی این موتورها داره دو تا دنده هستن، دنده 1 و دنده 2 دارن که شاخه‌ای هم هستش که من تو مسابقات تو اون شرکت میکنم. شاخه بعدی دیدی تو مستره که برای افراد 32 سال به بالا همون موتور دیدی تو رو داره و با همون ویژگی‌ها. و یه شاخه هم داریم E20 که موتور الکترونیکی هستن برای تمامی سنینه و حداکثر سرعتش هم 140 کیلومتر در ساعت هستش. دومین کارتایی که ما بررسی می‌کنیم کارتای رنتال هستن. همونطور که اسمش مشخصه کارتایی هستن که شما تو مراکز تفریحی میرین، هزینه‌ای رو پرداخت می‌کنین و میتونید از رانندگی با اون کارتا لذت ببرید. حداکثر سرعت این کارتا 60 کیلومتر در ساعت هستش. مجموعه‌ای که حالا مثلا بخوام به عنوان مثال تو تهران بگم پیست کارتینگ آزادی رو ما داریم، پیست کارتینگ پرند رو داریم، پیست کارتینگ توی پردیس به اسم آتلانتیس رو داریم، پیست کارتینگ
شایرات فکر کنم تو آجودانیه رو داریم که میتونن همگی برن با یه پرداخت هزینه تایم محدودی رو سوار بشن و از اون هیجانش لذت ببرن. خیلی اصلا راجع به کارتینگ میگن که اسباب بازی و یه جوری به چشم شهر بازی اونو میبینن. من بخوام راجع به کارتینگ های رنتال که حالا جزء کارتینگ هایی هستن که تو دسته خیلی سبک میتونیم بشناسیمشون، یعنی فشار بدنی خیلی کمی دارن، بخوام راجع به اونا حتی صحبت کنم، شما به ماکسیموم سرعت رو نباید در نظر بگیرید. در اصل درسته که 60 کیلومتر سرعت میره، اما شما به این توجه داشته باشین که شما با 60 کیلومتر در ساعت تو پیچ‌های L 90 درجه یا یو 180 درجه میخواین بپیچین، فشار بدنی بسیار زیادی به شخص وارد میکنه و خیلی از افراد هستن که بعد از اینکه توی پیست میان و سوار این کارتینگ‌های همین رنتال میشن، بعد 6 دقیقه میبینین که دستاشون گرفته و یا مثلا گردن درد گرفتن. دلیلش اینه که توی پیچ‌ها فشاری برابر گرانش، یعنی معادل بدنتون به جهت‌های مختلفی که میپیچین، جهت مختلفی که میپیچین به بدنتون وارد میشه و فشار بسیار سنگینی. حالا توی کارتینگ‌های مسابقه‌ای این فشار بسیار زیادتر هم میشه، تا 2.5 برابر گرانش این فشار توی پیچ‌ها به راننده مسابقه‌ای وارد میشه و ورزش جزو ورزش بسیار سختیه و فردی مسابقه برنده یکی از چیزایی که باعث موفقیتش میشه اینه که عضلات کور مرکزی بسیار قوی باید داشته باشه که بتونه مثلا 16 دوری که قرار مسابقه بده رو بتونه تحمل کنه و نتیجه خوبی بگیره. کارت بعدی که میخوایم بررسی کنیم کارت‌های آفرودی هستن. کارتایی هستن که چرخ‌های بزرگتری دارن، شاسیشون بزرگتره. نمونه خیلی مطرحش که خب اکثرا میشناسن باگی‌ها هستن. باگی‌ها جزو کارت‌های آفرودی هستن. چهارمین کارتی که بررسی می‌کنیم کارت‌های مخصوص کودکانن. کارت‌های حالا پدالی یا باتری برقی هستن که کودکان از اونها استفاده می‌کنن، سوار اون میشن و بسیار ایمن هستن و در دسترس برای همه. پنجمین کارتی که بررسی می‌کنیم کارت‌های دریفت هستن. این کارت‌ها جوری طراحی شدن که مناسب دریفت کشیدن هستن. من توی ایران تنها جایی که کارت دریفت رو دیدم و خیلی هم لذت بخش بود توی نمک‌آباد بود، یه پیست دریفت بود و واقعا تجربه قشنگی که به همگی پیشنهاد می‌کنم. ششمین کارتی که بررسی می‌کنیم کارت‌های وینتیج هستن. این کارت‌ها جزء قدیمی‌ترین کارت‌ها هستن و بیشتر مصارف تفریحی دارن. هفتمین کارتی که بررسی می‌کنیم که ما متأسفانه توی ایران اون رو نداریم، سوپر کارت‌ها هستن. سوپر کارت‌ها کارت‌های نسبتاً سایز بزرگی هستن که توی مسابقات تو پیست‌های حرفه‌ای ازشون استفاده میشه و از اکثر سرعتشون به 200 کیلومتر در ساعت هم میرسن. آخرین کارتی که بررسی می‌کنیم کارت‌های دستساز هستن. این کارت‌ها دیگه قاعده و قانون خاصی ندارن. هر کسی میاد طراحی میکنه و اونو میسازه و ازش بهره برداری میکنه. اینکه بیشتر با قدرت این کارتینگ ها مسابقه آشنا بشین، نکته که من باید بگم اینه که به عنوان مثال یه موتور کاوازاکی نینجا 250 سی سی که حالا خیلی معروفه توی کشور، جالبه بدونید که 30 اسب بخار قدرت داره، اما تو شاخه‌ای که ما مسابقه میدیم DD2 قدرت موتور روتکس مکس 34 اسب بخوره. با اینکه وزنش از موتور کاوازاکی نینجا 250 سی سی کمتره، شما باید متوجه بشین که چه قدرتی داره این ماشین و چه شتاب و سرعتی رو شما میتونید باهاش تجربه کنید. خب حالا بریم سراغ رسیدن از کارتینگ به فرمول 1. چیزی که از اول می‌خواستیم شروع کنیم. تقریبا همونطور که گفتم تمامی راننده‌های فرمول 1 از کارتینگ شروع کردن. سن مناسب برای وارد شدن به این در اصل میتونم بگم سفر هیجان انگیز از کارتینگ به فرمول 1 5 تا 16 سالگی هستش. تو کارتینگ ما میایم مهارت‌های مختلفی رو یاد میگیریم، از جمله هندلینگ، آشنایی با پیست، ریسینگ لاین ها، شناخت گریپ پیست، ترمزگیری، سبقتگیری و خیلی مسائل پیچیده‌ای که واقعاً یه علم بزرگ پشت این رشته اتومبیل‌رانی خوابیده. با توجه به اینکه کارت‌ها وسیله‌ای هستن که بسیار بسیار تکنولوژی ساده‌ای دارن و این کارت‌ها حتی دیفرانسیل هم ندارن و سر پیچ‌ها شما با حرکات بدن
چرخ مخالف رو بلند میکنین تا این ماشین بتونه بچرخه، بسیار بسیار مناسبن برای یادگیری رانندگی. توی ماشین‌های شهری یا ماشین‌های کلاس‌های دیگه اونا ماشینن که سریع هستن، اما تو کارتینگ یا ورزش‌های بالاتر اون این راننده است که سریعه. مراحلی که باید طی بشه تا ما از کارتینگ بتونیم وارد فرمول 1 بشیم به این صورت هستش که همونطور که تو شاخه روتکس مکس اشاره کردم به سنین مختلف، از میکرومکس فرد شروع میکنه و به ترتیب بالا میره. تو مسابقات محلی شرکت میکنه، در نهایت تو مسابقات کشوری شرکت میکنه و با کسب رتبه‌های برتر فصل میتونه جواز حضور تو مسابقات منطقه‌ای جهانی رو کسب کنه. توی مسابقات جهانی که همین چند وقت پیش توی قطر داشت برگزار میشد، اگر فرد بیاد و رتبه بیاره، به چشم تیم‌ها و مربی‌ها و تو مرحله خیلی بهتر به چشم اسپانسرها میاد. اونا میان سراغ این فرد. البته ناگفته نمونه، خود فرد هم میتونه با هزینه شخصی تا حدود این مراحل رو پیش ببره، اما اگه جای به بعد اینقدر هزینه سنگین میشه که بهترین گزینه این هستش که بتونه فرد اسپانسر، مربی و تیم پیدا کنه. بعد از کسب مقام تو مسابقات جهانی، فرد تیمی که پیدا میکنه میتونه وارد فرمول 4 بشه، یعنی استارت ماجراجوییش رو با فرمول 4 بزنه. معمولا سن مناسب برای فرمول 4 15 تا 20 سالگی هستش. بهترین سن در اصل میتونیم بگیم. منتها مثلا میتونه یه فرد حتی 40 ساله هم بیاد یه هزینه‌ای پرداخت کنه و مثلا برای یک مسابقه بیاد شرکت کنه. منتها اون فرد نمیتونه آینده‌ای رو برای خودش متصور بشه. مرحله بعدی فرمول 3 هستش. بعد از فرمول 4 میرسیم به فرمول 3. سن مناسب فرمول 3 16 تا 22 سالگی هستش. میتونم بگم فرمول 3 بی‌نظیره. توی پیست‌های مسابقه می‌بینیم که فرمول 1 هم تو اون پیستا برگزار میشه و میتونم بگم که با بهترین راننده‌های دنیا اونجا میتونیم مسابقه بدیم. مرحله بعدی فرمول 2 هستش. بعد از فرمول 3 میرسیم به فرمول 2 و نقطه هیجان انگیز داستانمون شروع میشه. راننده‌های فرمول 1، تیم‌های فرمول 1 همگی از فرمول 2 تغذیه میشن، به این صورت که راننده‌ها بعد از مدتی که سنشون میره بالا یا دیگه اون کارایی لازم رو برای تیم‌های فرمول 1 ندارن، کنار گذاشته بشن، میان از فرمول 2 راننده برای فرمول 1 میبرن. تو مسابقات فرمول 2 سوار ماشینایی میشن فرد که آیرودینامیک بسیار پیشرفته‌ای دارن، سرعت‌های بسیار بالایی دارن و بهترین فرصت برای جلب توجه تیم‌های فرمول 1 هستش. سن مناسب فرمول 1 هم از 18 سال به بالا هستش. البته خیلی هم بخوایم مثلا ماکسیموم سن رو در نظر بگیریم، تو سن تقریبا میتونم بگم 38 سالگی دیگه تقریبا بازنشسته میشن از مسابقات فرمول 1. پس برای رسیدن به فرمول 1 که آرزوی میدونم خیلی از نوجواناست، باید از سنین خیلی کم خانواده‌ها شروع کنن به آموزش بچه‌هاشون. میتونن از 6 سالگی 5 سالگی این پروسه رو شروع کنن، به ترتیب سنا رو بیان بالا و آموزش‌های حرفه‌ای ببینن این بچه‌ها. میتونید برای اینکه ببینید آیا استعدادشو دارید، آیا تواناییشو دارین، از همین کارتینگ‌های رنتال که تو مجموعه‌ای که اسمشو بردم یا تو شهرستان‌ها خیلی مجموعه‌ها هستن که کارتینگ‌های رنتال برای همه در اختیار همه گذاشتن، میتونین برین به استعداد خودتون رو کشف کنین. اگر از سنین پایین شروع کنین و آموزش‌های خیلی خوب ببینین، میتونید به ترتیب وارد مسابقات روتکس مکس بشین، مسابقات کشوری بشین و بعد وارد مسابقات جهانی بشین. اگه بتونید جزء استعدادهای خوب خودتون رو نشون بدین، با تیم‌ها قرارداد ببندین و وارد فرمول 4 و فرمول 3 و فرمول 2 و فرمول 1 بشین. آرزوی
دست نیافتنی نیست، کاملا دستیافتنیه. افرادی داشتیم که تو این حوزه موفق بودن. برای شروع این ماجرا هم شما میتونید تو پیست کارتینگ آزادی مدرسه فرمولا از همون سنین پایین 6 سالگی برید و ثبت نام کنین و این در اصل میتونم بگم سفر هیجان انگیز رو تو زندگیتون پیش ببرید. مجدد ممنون که همراه من بودین. من فرزاد زنبقی هستم، شماره 75 فصل 2024 رتبه سوم رو داشتم. خیلی خوشحالم که با من همراه بودین و به توضیحات من گوش دادین.